اگر به سوال شما جواب دهید به شما راه سفید، اگر جواب ندهید جریمه به مقدار 200 سامانکک. رفیق سردار لبیک. اجازت است یک تلفن کنیم برای کمک پرسیدن. مرحمت چرانه، بازی ما بسیار صاف است، عادلانه است. مرحمت. با کی زنگ میزنید کنی؟ با سردار بازرسی اتومبیل همین ناحیه خلف سید احمد رحمتویچ. وا انا دیدید شما بود کردید، به شما راهی سفید. بیا اکا پولا بیا سلام علیکم اکا گوی اکا کی؟ گوسپند اکا 2 کیلو گوسپند بده. بیا 2 کیلو گوسپند بیا انا گوسپند برو نه اینجا بلا اکا پولا ما اینا گوسپند 70 تومان بیا اکا بیا پیش بیا اکا بیا گوی اکا گوسپندی چی؟ مرغ فابریکا برو اکا اینجا جای مفروشی نیست اکا بیا پیشتر بیا اکا چند کیلو؟ اکا چند کیلو؟ اکا چند کیلو؟ اکا پولاد بذار اکا تیار مون چند کیلو؟ گوی؟ نه گوسپندی؟ نه بوز؟ نه من بوز نه. کی جا بوز بوز؟ کی؟ بوز پیش بیا اکا چند کیلو بوز؟ 2 کیلو 2 کیلو گوشتی بزن اکا چند میشه؟ خیلی چند سو میشه 70 تومن گوشتی بزنم قیمت روزی بز ناو کشته میشدم بزن هوزم اکا پولاد آوردم اینا کشته اکا بز زدچ دام هوز یک دقیقه بز این همه تمام خطی این روغناش خیلی دم خیلی چیز همین دیگه که یک دقیقه اکا پولاد یک کیلو بزن 2 کیلو بز بمون اکا بیا رفتیم ایشم ایشما مبارکت باشه اکا بزن ناو کشتیم اکا سرش ای رحمت پیش بیا اکا چند گویا گوسپند؟ گوسپندی 2 کیلو 7 کیلو بازی هست یک دقیقه بس من کیلو تقسیمش کنم بیا اکا خیلی گوی بزی گوسپندی گوسپند باشی پیش بیا چند کیلو گوسپند من اینا 2 کیلو اکا پولاد برای برادر بسیار آدم شناسه یار برادر یه همسه اکا اکا مولایی باشه لحظه. یک تا گوشت گوسپندی زور قطع دنبا بتم خیلی دنبا چند پول؟ 78 سم قیمت کی؟ چی؟ قیمت 78 سم قیمت اکا ما بگه اکا سلامت باشی من اکا سلام بگو من بیا تو چی گوشت؟ چی؟ گو هازینا چند کیلو؟ 1.5 کیلو گو همین جمعه میشه اکا همیشه 2 کیلوش نمیشه 2 کیلو میشه که یک برای 2 کیلو کنم جا برای که گوشتی این لحمه ده اینا ناو کشتیم بقره ناو آوردیم تمام اکا یک دقیقه بس کنیم چند کیلو میبرای این کم ترجیح 2.5 کیلو خمیشه اکا 2.5 کیلو یا هیچ کم نیست اکا پولاد تایرا زدم میگی کم 1 کیلو که اکا پولاد بقا 1 کیلو که جا نمیشه بیا کی من دست بیا من سلام علیکم سلام گوسپندی گو جگر جگر پشمه جگر بعد دوام نقدو چه بود؟ دوام نقدو رفتیم توی خانه اپم هم مرا لباس کردن السلام علیکم. سلام علیکم گذاریم اجازت هست؟ از کجا با کجا؟ واقعا تماشا کردیم. از جواب داشتی؟ از بانک.
او بانک بانک اوه از روسیه پول روان کرده قشلاق ما بودیم یه جنگ کار میکنم اونجا 15000 روز روی کرده است Saman گفتید میاد دلار. نه دلار نه توبه میگه شما نمیفهمید می ما در قشلاق دیگه همه معلومات میفهمیم ممکن نیست وای روز می دلار می باید پول ملی کدی واس کرده گیری ممکن نیست پول ملی گرفتن 15000 روز گرفتیم اگه 2000 شا یک خرید میکنم 13000 شا میبرم میتم امانتی آه 500 تومنش خرید میکنم یکم 1000 شا میگیرم میرم امانتی مرتکه میبرم میتم آقا جان گذشتن بر وقتی بعد نیست بله نه دیگه شما ما باید برم ولی که نیست چه گیریم شما به صورت خوش سلامت باشید عجایب باغ کردید شما این صورت خوش شما باغ عجایب بوده تماشا کردیم مکن راحت کردیم یه ریم مکن نصیب گپ نیست رسید اینجا کار نه ای برادر چه میشود من 500 تومان خرید کنی 1500 تومان ما برادر دا یک توفه میکردید چی میکردم؟ توفه نه خیلی گپ نیست برادر شما همین نی آه، همین نی آه. این بی ابو فرمون این بوز برایو عاد نیست شر نیست می در روز روشن دب نزن مردم یه بیت مونتون هیچ باور نداشتم از شما خیلی دستا گیر به برای پول مهنت کرده فهمیدی پق نکن کشلوب نمیدونم من کشلوب مسئله داده که اگر اومد در نظر که ابله بدبخت اگر وخوری برابر با شما من گپ زنم فهمیدی اگر گپ زدم فکر میکنید که من ترسیدگی این خیلی گپ نیست نزدیک نشم من نزدیک نشم مکتب کشلوب یک معلم اومدگی من تربیت اسمونی کراتیست فهمیدی یه هفتهش من همجا میرم مشق میکنم نزدیک نشوید چون که من خودم اداره کردن نمیتونم جانی خودتون با جبر نکنید تو من شما گفتم که جبر نکن ایستید یه ساعت تو که تو یه زیبا نکردی شما چیز نکن قدیمانه شده چپ بردو یه ساعت شدی چه ساعت گمسا شدی چه جون ساعت با وجدانم قسم شد جون پول خودم نیست نیک شما من خفا کردون ما هم محله با گفتگی بودن که اگر میرم که او باشا که شیناس میشه قبلا شدی چه بولی فهمیدی با خیالتون که ما کدام نزد میستم من باید برابر شما باید گپ زنم فکر نکنید که من شما ترسیده میستم فهمیدی برو چه اگر ما جی میستم شما اگه میترسی این خیلی گپ نیست من نمیترسم فهمیدی شدی چه هیچ باور نداشتم خودم این امانت خودم نیست فهمیدی برادر یکان پرابلم نداری نه من یکان پرابلم ندارم هیچ گپ نیست سزدواتش میکنیم چه سزدوات میکنیم پرابلم را سزدوات میکنیم چه نمیخواد شادی چه با وجدان پول خودم نیست شادی چه وای بچه دستو چی کنه شادی چه اوف پرابلمش همین بوده شنیدگی بودم و نه دیدم پرابلمش چی وای پول شپریسوم هست پول نیست کنو این دیسک اشتگمم دیسکم هست پول نیست از شادیچه 100 سومون تحفه امضاشو بیننه امضای رئیس مانند دستا چی کند شادیچه پول بالای سر تو باشینا دیلی ما شده که اینا بیاد بالای سر تو باشینا چق میکنی شما ساعت 5 سهر اومدگی هم وقت داره گرفته شما وایبر با واخری داره بود کی کلی اما یک چی پرسیم خفه نمیشه به خفگی نکمک من اشبا جانه حاضر همه چه با گوشت خودتون عجیدت کردن ممکن در حیاتم بار اوله که هم خیلی آدم بینور هم میبینیم چخیر خیلی بینور خنوک ده خنوک افتتون چنون بنزیب که عمل بخشش ده چهرهتون آدمای دیگر پلنت دا مانند گرن شما خودت داینه دیدیمی سرت رنگ رود باری خنوک گوش کن خنوک وقتی من تولد شدم که تولد خانه با هم خیلی خوش رچه بودم که میدیدی راحت میکدی واه کدام نومرد من علش کد است
گیگین رعایت کردن گیگین باید رعایت کنید. این یک چیز بسیار عادی. فهمیدید می؟ همین دانسته باشید که شما کودک نکو وقت بعد از خوراک خوردن حتما باید دست شستن در کار و پیش از خوراک خوردن حتما باید دستتون شویید. انا برای همین دیگه شما نه گوله درد میشید نه تیف میشید. کسلی برعکس از شما میگوریزد میرادیه. خودم چه کسلی اگه قپیدیم بالا زنه دیگه شب وجود آرام نیسته. هم خیلی الرژی میخوری شک میخیلی. راستی که پاکی میگم دست یکم به دکتر برام شرم میدارم ده. اگر مردم نمیدونید خودش دکترو بود کسل شده سوسته. هم توقت که دکشتم. هم میخواد دیو دم گم میزنه دیگه. شما یکم وایس نمیدونید تابت چه نمیدونید با این از داروخانه وای نگیره داروخانه بخاطر دیگه خو منم جب میبرد که اروپا بیمارخانه ما منم جه یک داروخانه هست رقم 12 از این بیمارخانه ما میبرید اروپا تو وای میبرد که داروخانه بدارید از من گپ زدید فهمیدید ما مینویسم من راست از اونجا گیره که کچیز فینیده و دیگرش همش وای فلسفی میگم که اما خیلی ما شما آدمی وای برای میکنم آدمی خودش هم پریامو همونجا دستفکه میکنه اینجا با داروی ارگینال بگوین دفعه فایده داره من این دارو بعد خوراک یا که پیش از خوراک یک تا بعد خوراک یک تا پیش از خوراک خورید من نوشتم من رقم تلفنم می نویسم خود شما با همونجا از داروخانه با من با زنگ زنید فهمیدید 918 20 یا اون داروخانه دیگه نروید باشه پیش خالم در داروخانه نه هیچ وقت اونجا نروید همه فلسفی وایو ساخته ایم جوگه نگیره نه ایگون جای دیگه نگیره من همیشه نوشتم داروخانه من روی میکنم که ارگینا همون پرمو همون چه دستفکه میکنم توزا گپ بزنه که ما وقت بدتر بشه یکو لش نداره می نمیدونید شما خیلیش دقیق قریچک شده میگید شما روید همون داروخانه با همونجا گپ زدید مایلش زنگ زنم همونجا زنگ بزن همونجا من با زنگ زدم تشکر زیاد سلامت باشی سلامت باشی الو شناختی میتونیش یک تا کلینت روی کردم قبول کن بسیار تعریف کردم قبول کن در تنش وای دارد بارانی دارد کبود میام خیلی میره در انوی من رفته که قبول کن مالش خیلی در خوب خش مرحمت نابطی که مرحمت و علیکم السلام بیایید السلام علیکم شیدن بخورید نه چینید مرحمت چینید سلام اوه خوش مرحمت چی شکایت دارید؟ من شکایت از اون دارم دکتر جون که زنی من وقتای آخر خود به خود در خوابش گپ میزنه دکتر جون کی؟ زنم همونت گپ زدن اهمیت میتید همین اوه وای زن مردم روزم گپ میزنه در بیداریش هم در خوابش هم اهمیت میتید مانت گپ زدن گرزن با نه دکتر جون زنم با آوازی بلند داد میزند که نه زفر جون میگوید مانت گفتن که نداره چی همین جای تشویش هست جای خواطر هست می آخه دکتر جون گپ در سری اون که نام من زفر جون نه چی از نامش؟ نام من سفر جون من شما نفهمیدم شما چی با بیزابیته میشویدن نه خب آدم برای همین کار بیاد مانه داخل وای کسی کلین گفتن که نه زفر جان بله. حالا که نام شما سفر جان بله هیچ گپ نیست مانت گفتن گرد اینجا از همه اساس و مهمش در آن است که ینگه ها نگفتند گفته ایستادند اگر مبادا رود و ینگه ها میگفتند سانی چیکار میکردید؟ تپشیدی چی خیلی است در جویش حالتش خوب تخته بین نفس کشید در جویش حالت را نگاه کنه حالتش خوب نورم بون جون
حالا رو نگاه کن. خدا با شکر یفتنی دیر میکردنی نازنینم رسمش روان کردنی بود که زاریتش بچه چه کنکش رفت چه کرچه هسته اومم نکرد کور نصیب بود است. تقدیرش همین بود است بیچاره بیچاره تقدیرش همین بود است کاش که رسمش اومده باشه تو میگیستم کلی رسمش باید بینم بخشش 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 اوتر بسیار بخشش 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 بیمارتون چی شده؟ بیمار خدا را شکر خوب لیکن گرنگی عقل نکن نخودی آدم در وقت جراحی دویم باریگر در حیاتت یک کتت تکرار نکن فهمیدی؟ بخشش من یک عروس شوندیم که صحبت میکردم و کس رسمشون روان کردن وقتی رسم روان کردم با زریعتش بود شد من خواستم رسمش بینم لیکن وعده میدیم با تنتنه که از همین روز عبارت منم دیگه در حیاتم همین دخترک به زنگ نمیزنم کو رسمش روان کردن کنی؟ انا بینی معلمه های محترم مجلس را کشوده اعلام میکنیم. سخن به دیرکتور مکتب محله گلستان استاد سیدزاده سیداحمد داده میشه. خوب خوش آمدین بگید. محترم حاضرین گرامی استادان و معلمان جوان اجازت فرمایید همه شما را و در شخصیت شما اهل خاندان شما را با فرارسی سال نو میلادی تبریک و تهنیت و تمام خوشی های زندگی را تمنا کنم و آرزو دارم که در سال آیند همه مشکلی های شما حل خواهد شد. مرحمت ما آماده ساختیم تصمیم گرفتیم اهل کلکتیو معلمان که با استادان معلم های جوان فعال تحفه های ارزنده تقدیم نماییم. خوب یک باریگر با سخانه استاد همراه شده با شما بارها تمنا میکنم. چند توفه ما برای شما آماده کرده میخویم امروز در شاعری راهبر به شما سپارید. توفه به معلم جوان که بسیار در تعلیم و تربیه و نورسان بسیار خوب درس دادن محترم سیاوش رحمان مرحمت بیاید. مبارک باشد مبارک باشد مبارک باشد. سلام مبارک باشد. توفه نوبتی و آموزگار فن زبان انگلیسی فن زبان هندیگی که به طلبه ها بسیار درس خوب دادن شاروز جنید داده مبارک شد مبارک توفه نوبتی با آموزگار فن زبان و ادبیات معلم بهترین یک جهان تشکر با این کس برای سخنان بالا برای سخنان بهترین سخنان که به نسل نورز تربیت خوب دادن و استاد عزیز
نوروز جمعه خان داده میشه. برنامه خب دوستان عزیز، توفای نوبتی با معلمه بسیار عزیزی ما، معلمه بسیار عزیزی ما، گلی سر سبد امین مکتب میانه ما، معلمه سال که در چندین آزمون ها سزاوار جای اول گشته است، معلمه عزیز ادیب داده میشه. مرحمت بیاید معلم. مبارک شد. افتخار به من. ادیب. افتخار. مرحمت. شما. خب سخن خاتمه با استاد دیرکتور مکتب سید علی سید احمد. مرحمت استاد. دوستان گرامی، معلمان جوان، من هم تحفه‌های ناچیزی که بودن، تحفه‌های خاطره‌ای ما با شما هدیه نمودیم. برای وقتی قیمتی خیش رو در اغ ندانسته اشتراک در این مجلس کردنتون من یک جان تشکر میگم، سپاسگزارم. میونه مستحکم بسته کار سخت گیره. تمام نکنم اگه من شما با کار ندارم، دیگران با کار ندارم پگاه ساعت 6 صبح خستم من مکتب نیه نزد سودی بالایی برفته میونم مستحکم بسته حقوقهای خودم حمایه میکنم. من به صلح مراجعه میکنم. 25 سال 26 رفت من علاقه آموزگار اونجا یک تا افتخارنامه نداری تو توفه مادگه همه معلمه جوان مایلش ماد چی هستون ما اکون تمام از مد رفته ما این سببش در چی معلم در توفه نداره؟ عموما در دستان دل میآید معلم، دل میآید. 2 ساعت 3 ساعت دل میکنه. استاد غفران زاده. پخ نکن در نکن گپ زده نمیتونه دینو با یک کسی توفه تقسیم کن دست پخ عموما در درس‌ها سر وقت اشتراک کردگی نیست. نه من برای چی؟ برای صورت زیبای شما تویتون توفه برای چی داری تو؟ برای کلام کارش نه 15 روز کار با آمدگی این کجه خانه تو چی؟ معلم فنی زبان درستی دست با زبان ترکی که گذاشته ایستاده است شما همه تو میدونید که خانه من کجا بود کدام محله به جای گرفته من هر ساعت صبح ساعت 6 ساعت بخیزم از دروازه میبرم مکتب بیافتم میبرم که به دست بدبختو میفتم اما کشاکش سر میشد هک من باید محله 46 من میرفتم اوزی اگه 33 دفعه یه گوش نشته میاد محض حالا حتی یک خطر بود میگشت که همونجا میبود من معلم دیر کردم درست سر میشه دو خانم اینجا خودش شما اینجا انتظار شدن میگیرین نبارو آخه من ایراد میگیرم پسرم بیو من فرام هک شفیار اکا من تویدم که من بیو علی بودی ساکی دیگر باورده من اصلا من بالا دنه ندیاتون سر دفعه ندیاتون دیگر باوردی بالا دنه نه تنگلی مکتب نرمزی مجبور باید کنم یه برشون بگی کارتش نباشه وای داد وای پرسل من این بس کردن وای خدا من کجا روم وای
میرم کجا میرم؟ من طرف شیشه بخورم بیا وای جوی اینو خیلی برادر تو من کجا آوردی اینجا بوده اونجا بوده کجا آوردی نده بالا بابا اینجا آوردی چی گفت چرا کجا آوردی من کجا آوردی من دیر کدام کجا آوردی من نمیرم گم چرا یه بچه چیکار کسایی تو شما من پنجم مشکوزی باز بکنم من دیگر سمت میرم آخه من دیر کردم برادر ما انصاف داری تو نه تعلیم نه تربیت نه مدنیت پنجم مشکوزی من یه بلازدن چه تنظیم نیستن یک کجا ببینم افرادی من نه مدنیت داری نه معرفت داری چه خیلی گپه زرنی سور میگی کجا اومدم من زرنی سور اومدم کجا اومدم استاد کجا میری؟ محل گلستان رفته زرنی سور اومدم من یک خدایی همون طرف خطی میره بیا نه من بخیالم من دیگه سنگ دیرم بخیالم رگر یک نفر اما دیدی تو همی؟ من از شما احترام خوش میکنم وقتی که واسطه های نقلیات تنظیم به میدرارتان اما آن وقت غفرانزاده هیچگاه از دست دل نمیکنم